خب خانم کلامخانی، شما جراحی لیفت صورت شدید حدود 2 ماه پیش. کجا این جراحی رو انجام دادید؟ من توی کرج میدان آزادگان توی مطب شخصی این کارو کردم. یعنی بیهوشی نداشتید؟ با بدون بیهوشی؟ بیهوشی و با بی‌حسی خیلی زیاد که از همون توی مطب دچار آرزه چشمی و فلج صورت شدم که اواخر فروردین بود. تا الانم که 5/4 هنوز درگیرم، هیچ نتیجه نتونستم بگیرم. اینم جواب بله، این من قسمت هم سیال و سل شده. خب ابروتون رو بدید بالا. خیلی عالی. چشماتون رو ببندید. دندوناتون رو نشون بدین. بله. ببینید همونجوری که ملاحظه می‌کنید توی تصویر شاخه‌های متعدد اعصاب فاسیون به صورت دو طرفه، یعنی بیمار نمیتونه چشمشو ببنده، ابروشو سمت چپ نمیتونه بالا بیاره و لب فوقانی هر دو طرف فلج شده و حرکت نداره، فقط لب تحتانیه که حرکت داره. خب من خواستم این فیلمو به اشتراک بذارم ببینید که در جاهایی که تخصص کافی برای این کار وجود نداره جراحی رو انجام ندید. ببینید این عوارض بسیار بدیه و خیلی از این عوارض قابل برگشت نیست و ما کار خاصی نمیتونیم براش انجام بدیم و بینایی و این اتفاق تو خیلی از کلینیک‌های تهران و شهرستان داره میفته. ژل و بوتاکس نامرغوب که کمترین عوارضش دوبینی و سرگیجه هستش. عوارض طولانی مدتش هم که افتادگی پلک و دفرم شدن صورته، به خاطر فلج شدن عضلات صورت رخ میده برامون.